یه همچین ماشین خفنی چرا باید این پشت باشه؟ شورولت مونته کارلو اس اس 5300 موتور 8 سیلندر. بیا توشو بگیر. 5300 اینجا رو ببین، اصلا ماشین رو ببین، عشق میکنی. قبول داری؟ خدایی خوشگله. ماشینای قدیمی دیزاین و طراحیشون یه چیز دیگه بود. بیا توشو بگیر. به به. ببین این مبلا میدونی بوی چی میده؟ بوی چی میده؟ بو کریسیدا قدیمی ها بود، تو ایران بود. هوندا آکورد کریسیدا. این چیه؟ این برای کمربند دیگه، کمربند میره این تو میاد بالا. باحال. اینم ایربگشه. آره ایربگش هم نمیدونم توی صندلیه. خیلی قشنگه، اصلا ماشین لاتیه دیگه. چنده چه سالیه این؟ این بذار ببینم چه سالیه. بازم میدونی که با بو میتونی بفهمی چه سالیه. ببین 2006 یه بو خاصی میداد، 2001 یه بو خاصی میداد. قیمت این مدل ماشین که 85,000 مایل روشه حدوداً زیر 4-5 هزار دلاره. فکر می‌کنم 3,000 دلار 4,000 دلار بستگی به تمیزیش داره. قطعش کن روی این اس اس.